میکنم خدمت همه دوستایی که همین فعلا ما را از طریق فیسبوک های خود در داخل و خارج از استرالیا ما رو میبینن. دوستای عزیز بازم سلام عرض میکنم. در یک قسمتی از شهر هستم، یک پارکی به نام کینگز پارک در خدمت شما عزیزان هستم. یک برنامه بسیار کوتاه براتون تدارک دیدم، امیدوار که خسته نشوین. که ما فعلا در کینگز پارک هستیم با یک تعداد از دوستایی که آقای مواد آقا باشه که فعلا در فیلم برداری میکنن، مصطفی جان، آقا صاحب سید علی و محمد رضا جان هستن که در خدمت این دوستان هستیم. فقط میخواستم یک سلامی گفته باشم برای دوستایی که در داخل و خارج ما رو میبینن، کسایی که واقعا پشتم بسیار زیاد دق شدم. امید که کلتان جور و صحتمند باشین و شب و روزای خوشی را با خوبی و خوشی پشت سر بذارین. دوستای عزیز در شهر زیبای پرت هستیم در استرالیا، در یک پارکی به نام کینگز پارک در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که مشاهده میکنیم یک منظر بسیار زیبایی که آقا داره فیلم برداری میکنه براتون. یک منظر بسیار زیبایی از شهر پرت. طرف ساختمان هست، این طرفش دوستای عزیز، این طرفش رو است، دریا است، کشتی هست که اون پایین است، موتر هست که میتونین که مشاهده کنین. واقعا میتونین پیشتر بیاین، از پیشتر هم همچنان دوستای عزیز میبینین که یک منظره زیبایی از شهر پرت برای شما فیلم برداری کردم. میخواستم که یک برنامه کوتاهی برای شما عزیزان تدارک دیده باشیم. امیدوار که خسته نشویم. الان حاضر الان نقدن احساس چجوریه حسین آقا؟ یک احساس بسیار خوب دارم محمد جان. خب خدا رو شکر. بسیار زیبا، یک احساس بسیار خوب دارم. خدا رو شکر. گرچه بسیار دق شدم پشت دوستایی که کدشان در کم بودیم، در خارج بودیم، در داخل یا خارج پشت دوستا بسیار زیاد دق شدم، اما چاره نیست دیگه، مسافری است که تحمل میکنیم و امیدوار هستم که دوستان خوب باشن، کسایی که مرا فعلا از طریق فیسبوک های خود میبینن، از طریق اینترنت میبینن. امیدوار هستم سلام دارم خدمتشان و امیدوار هستم کلشان جور و صحتمند باشه. یک چیزی که می‌بینم بسیار برای من جالب است و چیزی که در استرالیا من بسیار خوشم آمده، همین احترامی است که مردم به یکدیگر دارن. مردم اینجا واقعا بسیار به یکدیگر احترام دارن، حقوق انسانی اینجا بسیار رعایت میشه و کس بر کس توهین کردن نمیتونه، کس از کس تا بالا نیست، کلگی در یک سطح زندگی میکنن. دوستان عزیز ببخشید محمد جان، تصاویر زیبا از پرت براتون میگیرم، من همین تلفن رو جواب بدم. تصویری که الان میبینین مال بزرگراه پرت، پشت سرش هم که دریاچه پرت. حسین آقا هم که داره جواب تلفنش میده، بکنم یکی از دوستاش زنگ زده. این بقیه دوستان محمد جان مثال ببخشید، من یک تلفنی بود که مجبور شدم جواب بدم.
گفتم نه دوستای عزیزم تو که محمد جان زحمت میکشه از گفتم. تصاویر زیبای شهر پرت کینگز پارک بر شما تصویر گرفت. تشکری میکنیم از پیشتان. سلامت باشین. میخوایم یک مصاحبه ای که خود محمد جان که آقا صاحب که یک تعداد دوستای دیگه ما داشته باشیم. امید خسته نشوین دوستای عزیز با ما باشین. محمد جان استاپ نه استاپ نکن. خب در خدمت محمد آقای حیدری هستیم، یکی از دوستای بسیار خوب ما، یکی از بچه های خوب مشهد که واقعا ما غیر از خوبی از اینا هیچ چیز دیگه ای ندیدیم و واقعا محمد آقا رو بسیار دوست داریم. امید که هر جایی باشن موفق باشن. خب محمد آقا، احساسی که شما نسبت به استرالیا دارین که فعلا در اینجا هستین چی احساسی دارین؟ چطور میگذره براتون؟ خوش میگذره؟ بد میگذره؟ چطور است؟ احساس ما که مثل خودت، احساسم خیلی خوبه خودش. بله ها. امیدوار هستم که هر چیز زودتر بتونی یک سر تا کابل بری پیش فامیل و دوستا و ببخشین فامیل ما در ایران هستن. دوستا کابل و بله تشکر، بخیر باشین. زنده باشین، بخیر باشین. خب و تا جایی که من خبر دارم یک چند وقت پیش فامیلم رفتن، همگی خوب بودن؟ همگی خوب، صحیح سالم، سلامت باشین. بخیر باشین. دوستای عزیز، مصاحبه کوتاهی داریم با آقا سید علی، یکی از دوستای خوب ما در شهر پرت هستن. میخوایم که یک مصاحبه همراهشان داشته باشیم. آقا صاحب سلام، بازم خدمت شما عرض میکنیم. چطور احساس میکنین در پرت در استرالیا؟ چی برداشتی داشتین از استرالیا و چطور میبینین مردم استرالیا را؟ سلام خدمت شما و همه دوستان و آشنایانی که صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینن. ما ازشان هم آرزوی موفقیت براشون میکنیم، آرزوی خوشحالی و سلامتی، آرزوی موفقیت و پیشرفت. ما هم اکنون با دوستانی همچین حسین آقای گل، تشکر، بخیر باش. عزیز ما مثل برادر ما آقای محمد آقا، آقای محمد رضا، آقای آقا مجتبی، بچه‌های ما زیاد هستن اینجا. بله. از همه اینا خوشحالیم که خلاص از این دریای مواج و خطرناک سالم رسیدیم، جان سالم رو به اینجا هستیم و جای شکر و سپاسگزاری است. بسیار خوب. به هر حال از این طبیعت ما مجبوریم خلاص به نحوی استفاده کنیم و با این زندگی خلاص مجردی و تنهایی باید بسازیم و بسوزیم. انشاءالله که خداوند خودش عنایت میکنه، کمکی بکنه برای همه ما و مشکلات ما حل بشه انشاءالله. و دولت استرالیا دولت بسیار جالبیه، دولت سرمایه‌دار، دولت ترتمیز و کشوری مرتب منظم با آب و هوای متنوع و عالی. بسیار خوب. امیدوارم که قلب همه ما همونجور عالی و پر از نشاط و انرژی باشه. امیدوارم که دوستان ما، عزیزان ما اینجا اون شخصیت و اون هویت و اون انسانیت و اون مؤمن بودن و اون خلوص بودن و اون مسلمان بودنشو از دست ندن. تشکر، بخیر باشین آقا صاحب. خب دوستای عزیز، با آقا صاحب مصاحبه داشتیم. میریم سراغ دوست عزیز دیگه ما، مجتبی جان. ان شاء الله سلام برسونید، موفق و معید باشید. من برای همه دوستان آرزوی موفقیت. زنده باشین، بخیر باشین آقا صاحب. تشکر از شما. در خدمت مجتبی جان هستیم، یکی از دوستای خوب ما در شهر پرت. همچنان مجتبی جان، کدام گفتنی اگر دارین بر دوستایتون در داخل یا خارج از کشور میتونین بگوین و ای که چی احساسی دارین که شما فعلا در استرالیا هستین و چی برداشتی از مردم استرالیا، چی برخوردی با شما داشتن و چی احساس میکنین؟ سلام عرض میکنم به تمام دوستای ما. امیدوار هستم که خوب باشن و دیگه چیزی گفتنی ندارم فقیر جان. این هم که مردم استرالیا بسیار خوب مردم هستند و امکانات بسیار زیادی در اینجا هستند و دیگه بسیار زیاد مردم خوب. خب بسیار خوب. خیلی در مضمون شما خوش هستند در استرالیا و از مردم اینجا بسیار خوب برداشت خوب داشتین. بسیار خوب. بخیر میگیرین انشالله، قصه نخورین انشالله که میگیرین. خب انشالله که موفق باشین. اگر کدام چیز گفتنی در آخر چیزتان دارین میتونین بگوین. موفقیت کل دوستای ما از خدا میخوایم دیگه، خوش باشن، سلامت باشن. تشکر، بخیر باشین.
در خدمت یکی از دیگر از دوستای ما هستیم، محمد رضا جان، که همراهشان در کمپ یک جای بودم. یکی از بچهای خوب گرچه افغان خود ما و شما هستن اما در ایران زندگی کردن. میشه محمد رضا جان اونجا برین به خاطری که یک ذره تاریک میایی. خب محمد رضا جان، با کسی که ویدیو رو میبینن امیدوارم حالشون خوب باشه. گفتم ویدیو شما درباره کسانی که داخل استرالیا زندگی میکنن و نظرشون چیه؟ نظر من این که خیلی خوب. خب بسیار خوب. خیر، در مجموع شما خوش هستین؟ بله، من چرا خوش نباشم؟ بسیار خوب. خوشم، لذت میبرم از این کشور، آزادی تمام منا. هر جور بخوای زندگی کنیم امیدوارم مثبت زندگی کنیم. تشکر، بخیر باشین دوستای عزیز. مصاحبه داشتیم با یکی دیگه از دوستای ما، محمد رضا جان. حال میریم باز هم یک تصاویر زنده از شهر پرت از کینگز پارک بگیریم. دوستا امیدوار که خسته نشوین. دوستای عزیز، یک میشه گفت یک منطقه خبر دارم خیلی یک ذره مدت طولانی‌تر میمونه خبر دارم. خود دوستای عزیز، باز هم یک تصویر کوتاه از یک صحنه زیبایی از شهر پرت است میگیریم براتون. امیدوار که لذت ببرین. دریا است، کشتی ها هستند، موترها هستند، یک پل هوایی است، ساختمان ها هستند و گرچه کل شهر استرالیا، کل شهرهایش همیت پاک، تمیز و بسیار لوکس هستند دوستا. مردم بسیار خوب دارن، مردمی که واقعا برای یکدیگر احترام میگذارن. آقا صاحب چای مای آوردین؟ خب بسیار خوب دوستا. آقا صاحب مثل که یک بندوبسات چای مای آوردن. با اجازه تان ما میریم اونجا یک چای بخوریم تا برنامه بعدی را یک وقفه کوتاه داریم. تا بعد از وقفه باز در خدمتتان خواهد بودیم. فعلا خداحافظ.